درود به همه شما عزیزان. با یه برنامه در مورد بزرگترین مارهای زنده دنیا در خدمتتونم. فقط توجه داشته باشین این مارها که معرفی میشه بر اساس اندازه طول بدن رتبه بندی شدن. شماره 1 مار قهوه‌ای. این مار میتونه تا 3.5 متر رشد کنه و وزنش هم در حالت طبیعی از 6-7 کیلو بیشتر نمیشه. این مار قهوه‌ای جزو مارهای سمی هم به حساب میاد و در جنگل‌ها و بوته‌زارهای استرالیا زندگی میکنه. شماره 2 مار کبرا. این مار میتونه تا 4 متر رشد کنه و وزنش هم بعد از رشد کاملش بین 8 تا 9 کیلو خواهد بود. مارهای کبرا در هند، جنوب شرق آسیا و جنگل‌های بارونی زندگی میکنن. شماره 3 بوا کانستریکتور یا بوای منقبض کننده. مارهای بوا گونه‌های مختلفی دارن و این مار بوا هم یکی از اونهاست. این مار منقبض کننده تا 4.5 متر رشد میکنه. وزنش هم به 25 تا 30 کیلو میرسه. یه تعدادی از این مارها در آمریکای جنوبی و بقیهشون در جنگل‌های بارونی و نیمه بارونی زندگی میکنن. شماره 4 مامبای سیاه. این مار خوشگل سمی رشدش تا 4 متر و 70 سانتی متر میرسه. زیستگاه جغرافیایی مامبای سیاه در شرق و مرکز آفریقاست. مامبای سیاه وزنش 1.5 تا 2.5 کیلوه، ولی سرعت 20 کیلومتر بر ساعتش باعث شده راحت‌تر طعمه ها رو شکار کنه. شماره 5 پایتون صخره‌ای آفریقایی. این پایتون آفریقایی توانایی رشد تا 5 متر رو داره. وزنش هم بین 80 تا 90 کیلو میرسه. این پایتون به دلیل بزرگی جثه و داشتن ماهیچه‌های قوی به دور طعمه میپیچه و به راحتی خفش میکنه. شماره 6 پایتون هندی. این مار میتونه تا 6 متر رشد کنه. وزنش در بهترین حالت به 80 کیلو میرسه. این پایتون بسیار زیبا در جنگل‌های پاکستان، هند، نپال و سریلانکا زندگی میکنه. این پایتون ها به دلیل داشتن پوستی زیبا توسط انسان ها شکار میشن و جمعیت این گونه از پایتون ها در حال کم شدنه. شماره 7 پایتون برمه‌ای. اندازه طولی این مار به 7 متر میرسه و دارای وزن 100 کیلوییه. این خزنده غول‌پیکر در باتلاق‌های جنوب شرق آسیا زندگی میکنه. به دلیل تخریب زیستگاهشون طعمه‌های این پایتون‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و این علت تأثیر زیادی در کاهش جمعیت پایتون‌های برمه‌ای داشته. شماره 8 آمتیستاین پایتون. این مار حداکثر رشدش تا 8 متره. وزنش هم به 20 کیلو میرسه. این آمتیستاین ها ماده هاشون یک ویژگی خاصی دارن. برخلاف اکثر حیوانات این نوع از پایتون ها ماده هاشون بزرگتر از نرهاشونه. زیستگاه جغرافیایی این آمتیستاین ها در اندونزی، گینه نو و استرالیاست. شماره 9 رتیکولیتد پایتون. معادل فارسیش میشه پایتون مشبک. این پایتون ها توانایی رشد تا 8.5 متر رو دارن اما وزنشون بالاست. یه پایتون مشبک بالغ وزنش به 180 تا 200 کیلو میرسه. به دلیل الگوی ترکیبی و فلس های رنگیشون نام پایتون مشبک رو براش انتخاب کردن. زیستگاه جغرافیایی پایتون مشبک در جنوب شرق آسیا، بنگلادش و ویتنامه. همچنین این پایتون ها تمایل به زندگی بیشتر در مناطقی که جنگل های بارونی و مرداب های عمیقی داشته باشه دارن. شماره 10 آناکوندای سبز. بزرگترین مار حال حاضر در دنیاست.
یک آناکوندای سبز بالغ اندازه طول بدنش به 9 متر میرسه با وزنی 250 کیلویی. محل زندگی آناکوندای سبز در جنگل آمازون و باتلاق‌های برزیل. به نظر شما کدوم یکی از این مارها جالبتر بودن؟